ساب گایز، خوش اومدیم به ویدیو امروز. اومدیم براتون پلنتس ورسس زامبی فیوژن. بله، پلنتس ورسس زامبی اومدیم این سری رو براتون تا آخر تموم کنیم و بهتون نکته های بازی رو بهتون یاد بدیم. خب میریم ببینیم. خب میریم داخل. مگه داخل بازی اصلا یه دونه خط نبود؟ 200. ما یادمون اول بازی پلن سرزانیست. خب چشم چاکرتم. خب پس ماد فیوژن اینجوریه که ما میتونیم تمام گیاه ها رو با هم دیگه ترکیب کنیم. تقریبا که نمیتونم بگم بیشتر گیاه ها رو با هم ترکیب کنیم. اگه ما میفهمیم میتونیم اینو بسازیم. این گندله این خوبیه. حالا که بازیش جالبه، خوشم میاد. براتون بچه هم اولین بار دارم بازی میکنم یا اول فصل؟ چه خبرتون؟ پول بخور. نرماله، خوبه. تا 25 ثوانیه میخوام میگه بزنین. بچه نسخه اصلی رو یادتونه اونجا ما میشستیم مثل چی تلاش میکردیم این چارتایی رو بگیریم. خیلی هم عالی. بعضی کاری دارم میان عشق میکنم دستی بزن لیبلیه که دیگه خاصی نیست. ولی تو هر بار ما فکر کنم که تو دست به این کشتن دوتایی تک تا کرتم خاصی نمیدیم انجام بدی که کلا یه نوع گیاه هم کارا خاصی نمیدیم انجام بدی. این بار باید برم درباره گیاه تحقیق کنم، چون بعضی از گیاهایی رو فکر کنم داخل این بازی ببینم تو زندگیم قرار نیست ببینم. خیلی هم عالی. خب دوستان عزیز یا بکشین. انگار یه ردیف آفتاب گردون بگرد نمیخورده. ممنون میشم بزنیش. هم پرچه هم بودم این پسکه. یه سوال گیم سپید یا اول فصل یا ما گنگمون پره با همین حالت بازی میکنیم. گیم سپید آخر نه آخر بس همه کل او گلاس. یه اول باید ما یه دارم وسیله دفاعی ما بچینم. اوکی
خب فهمیدیم ما اینجا حالت کند میشه. پرنس هیپی خب چاکرتی ممنونم. ما رونق بگیریم. خون هد الان ممنونم آقا چه 25 صدام میدی پول میخوام پول نرم اینو بزن قلقم کن چاکرتم. بچه اگه طرفدار این بازی هستین داخل کامنت ها بنویسین طرفدار. میخوام ببینم طرفدار این گیم چقدر. چون میدونم این گیم که از قدیمی ترین گیم بازی سال 2009 اومد بیرون تا سال 2026 که این ویدیو ضبط میشه هست. ما این داداشامونو بزنیم کنم رونق رو گرفتیم. هم یه سوال گیم مود چی داریم؟ ایزی مود کسنیک مود Are you sure؟ مطمئنی؟ بعد بسیم قول میدم چی روزی میرم میریم. فکر نکن الان موقعش باشه ولی Are you sure میریم. نکنم ولی با Are you sure امو اسپیدو بیار پایین و از بالا خرابه. بیاین جلو بده کارت این پشت بیا holy shit یه گامبالو بهش اضافه شد که نمیشه. فکرهای عجیب غریب خوشگله. بجالی مگولی خوشگلی چون یه رنگ مقایسه الان میدونم بگم پول بده دیگه. یه لحظه مقایسه کنیم چقدر بالای خوشگله. نه آروشو نزدم اقدر جمعیت داریم. الان دارم بهتون میگم هیچ وقت این کله دوتایی رو نداریم. ولی چون جالب که من فهمیدم داخل این گیم این بود که ما داخل نسخه اصلی وقتی اینا این درست شکل میکردن دیگه نمیونه ولی برمیگرده اینجا. این خواهد یک صدا تیر میزنه ولی اتک اسپیدش میاد پایین. یه 100 تا دیگه بدیم خب بهتایی بزنیم. پایین برش که پیلی کن پول خواه سایفر یک چری بوم بازم اسم بخونم. حالا اون کتاب میدیم تموم شد دیگه. من بازم نبود با میزنیش پریشوتو یه لحظه من بیام اینجا. خب اینجا در مورد گیاه یکم تحقیق
کنم. خب اینا گیاه هایی هستن که فعلا میتونیم با این بسازیم. پیشوتر به نظر من اسپویل نشه بهتر. خب بام 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 چیکار میکنی؟ اسپلش تمیز حال بازی داخل گیم مود بود. اون بودش چیز بود بالا تو رو پرتاب میکردی میره خورد به همه. شبیه اونه برام. چرا گذاشتم به نتیجه خوبی رسیدم که این والنات شوتر اسم جدیدشه. شاکرتم. والنات شوتر بهترین گزینه است که اسپلش دمیج میزنه. یکی میزنم 10 نفر دمیج میکنه. اسپلش دمیج غلط کردم. سطر سر مهربون ممنونتم. لطفا برو. حالتو ندارم. من بذارم چی بزنم داخل کنی که ببینی سوال هیچ پیشونم کرد. تنها بازش نکردی. یعنی بعدن میشه پس سوتو ترکیب کرد. شری شوتر هم هم این ترکیب هم اونجا خوشگله. بگو بلیه خیلی زشتره. اسپلش دمیج باورم نمیشه ولی ما هر یه سطح بسر یعنی 1370 تا اچ پیه هر یه سطح بسر که ما دهنمون براش سرویس میشه. کردم باش نه خیلی باز رنگش هم تغییر میکنه بعضی‌ها که اون رنگش تغییر میکنه. بلکه خورده همیشه میتره که خوشم میاد ولی کردم خوشم میاد میاریم دارو میرم خماری داخلای پرچمه گیم سپید خوشم ولی خوشم نیست. غلط کردم قراره با دستگاهی دارم این وقته اول اصلا ما اسپیدو میارم پایین که نفهمیدم. حالا بازی چرا ببین چی ندار دستکش این چی بود؟ چامپسیلا
اسمش چیه؟ اسمش چامپ زیلا. خب کنم این آخرین دست امروز بود. چی میگه؟ چی چیزی دختر داره اون منم بهش کنم خیلی خوب بود. یه آفتاب گردون دوتایی بهم داد، یعنی 100 تا پول. بعضیشون 150 این 150 تایی. اوه برای 100 تایی که با آفتاب گردون معمولی هم حساب کنیم، اگه اینا مثل بازی معمولی باشه باید بیایی بپرن. انشالله که بازی معمولیه. تمام فکرم از بازی به هم ریخت. باور نکنم، ولی واقعا فکر نمی‌کنم بازی اینجوری باشه. ولی چرا که ندارم، تو رو خدا بگی چری شوتر گذاشتم. چری اسمش چیه این؟ والنات چری گذاشتم اونجا. پوکیت پوکیت تا 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 سحور خوشگل چیه؟ فقط برای خوشگلی، بقیه مهم نیست. بس خراب شد. اوه چه شانسی، شانس هم بنازم نگاه باید بالا چه شروع کنم عزیزت. خب الان یه گزینه دستکش رسیدم. نمیذارم خب چقدر سریع میخوره لامستانه. یا حضرت اول کرد. خیلی هم چقدر زیادی. خدا این بازی چرا این شکلیه؟ والا ما بازی کنیم این بازی که فقط تو ترکیب کنیم. والا نباید اقل بازی نورمالی که سخت باشیم. آقا داریم یه والا این بازیش خراب خوردنش. بازی نمیکشه، واقعا نمیکشه. چی شد من نفهمیدم. فقط یه بوم زدم مالا چیزم کار بوست. لول 5 چجوری؟ این مگه اصلا داخل بازی مودش نبود؟ چرا اینجاست؟ لول جدید یه سیب زمینی هم هست. فیوژن های سیب زمینی، ولی باید داخل پارت بعد ببینیم. بله داخل پارت بعد لول های سیب زمینی رو ببینیم. بله این زامبیه. بعد تا پارت دیگه
خدا نگهدار.